درود، خسته نباشید. میدونید تعداد اتم ها 3 تا اجزای تشکیل دارن: الکترون بار منفی، پروتون بار مثبت و نوترون بار خنثی. الکترون ها به دور نوترون و پروتون هستن. نوترون ها و پروتون ها داخل هسته هستن و الکترون ها دور هسته میچرخن. نوترون ها باعث ثبات ثبات اتم میشن و الکترون ها و پروتون ها تعدادشون برابره که داخل جدول مندلیوف بهش عدد اتمی میگن. مثلا هیدروژن ساده ترین عنصره که عدد اتمیش 1 و عدد جرمی که عدد جرمیش جمع پروتون ها و نوترون